Hallo Leute, ich heiße مهدی کاظمی. سلام دوستان، دکتر مهدی کاظمی هستم و قراره با هم دیگه زبان آلمانی رو با استفاده از متد بگگنونگن از سطح بیس تا سطح B2 با هم دیگه آموزش ببینیم. خب دوستان، من امروز میخوام راجع به مسیری که قراره با هم دیگه بریم صحبت بکنم. من قراره درس به درس کتاب بگگنونگن رو برای شما تدریس بکنم و شما برای اینکه نتیجه بهتری بگیرید بهتره که همون روز تکالیفاتون رو انجام بدید و در روزهای دیگه این تکالیف رو هی تکرار بکنید. اما کتاب بگگنونگن در 4 سطح A1 پلوس، A2 پلوس، B1 پلوس و B2 پلوس قرار تدریس بشه. و این کتاب رو یا شما میتونید تهیه بکنید یا میتونید از کانال تلگرام بنده دانلودش بکنید. و اما من قراره کتاب اشتارتن ویا رو هم براتون اینجا تدریس بکنم. یعنی میتونید علاوه بر اینکه کتاب بگگنونگن رو ببینید، کتاب اشتارتن ویا رو هم ببینید. ولی من صلاح میدونم که کسایی که میخوان نتیجه خیلی خوبی بگیرن از زبان آلمانی، کتاب بگگنونگن رو بخونن. این کتابیه که من حدود 8 یا 9 ساله که دارم تدریسش میکنم. من نتایجی که گرفتم واقعا باور نکردنی. یعنی کسایی که با بنده زبان آلمانی خوندن با کتاب بگگنونگن، کسایی هستن که میتونن آلمانی صحبت بکنن و ذهنیتشون با آلمانی تغییر پیدا کرده. این خیلی مهمه در آموزش زبان. یعنی آلمانی فکر کردن و جمله سازی آلمانی و مکالمه مهمتر از هر بخش دیگه ایه، به نظر بنده البته. و این کتاب خیلی کمک میکنه به شما و اینکه باید قول بدین تکالیفتون رو هر روز انجام بدید. پس شد کتاب رو دانلود میکنید، ویدیوها رو هر روز میبینید، تکالیفتون رو انجام میدید و من به شما قول میدم توی کمترین زمان به بهترین نتایج برسید. اگر مطالب بیشتری رو در زمینه زبان آلمانی دوست دارید که داشته باشید و یاد بگیرید، میتونید توی چنل اینستاگرام من بنده رو فالو بکنید و با من همراه باشید.